درود بینندگان عزیز، در کتابخانه ملی جمهوری تاجیکستان دور نهایی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است برگزار شده است. ما تصمیم گرفتیم که با اشتراکچیان دور نهایی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است صحبت نماییم و پیشنهاد شما گردانیم. همصحبت نوبتی ما هستند گردآفرید خیرالله و اشتراکچی دور نهایی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است. خب گردآفرید سلام. سلام. شما را با برنامه خوش آمدید میگیم. تشکر زیاد. شما گردآفرید همچون اشتراکچی دور نهایی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است هستید. میگفتید که خواننده صنف چندم هستید و طول چند سال است که در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است اشتراک می‌نمایید؟ من خواننده صنف سوم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 53 ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه میباشم و اینک با مقصد بلند برداشتن سطح سواد خویش اینک سال سوم شود که در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است اشتراک می‌نمایم. احسن به شما. یعنی طول 3 سال است که در این آزمون اشتراک می‌نمایید و دانش و مهارت خود را بلند برداشته ایستاده‌اید. خب شما از روی نامیناسیون ادبیات بچگانه چون اشتراکچی هستید، در اول برای ما و برای همسالان خویش چی اهدا میکنید؟ افسانه، چیستان یا اینکه ضرب المثل و مقال ها؟ من میخواهم که سراول در این برنامه برای همسالان خود یگان شعر را قرائت نمایم. مرحمت. پس یک شعر جالب برایشان قرائت کنید. آذر عاریف. مرحمت. پیک استقلال. ای هموطنی من، امروز همه تاجیک صاحب وطن، پرورده مردمان صاحب سخن، صد پاره شده چو قطره آب ولی بحر وطن خویش به هم جان و تن. ای هموطنی من بیا بر وطنی من، ای هموطنی من بیا جان و تنی من. شکرانه کنیم که تاجیکستان داریم، 7 اختر پر جلای تابان داریم. از وادی وخش تا زرافشان و حصار، کلاب و خجندرشت و بدخشان داریم. ای هموطنی من بیا هم سخنی من، ای هموطنی من بیا جان و تنی من. برخیز به بنیاد وطن خواهی رسیدیم، شکرانه وحدت ره آبادی دویدیم. با راهبری مرد خیرتمند و توانا، از نعمت پاینده آزادی چشیده. ای هموطنی من توی صاحب وطنی من، ای هموطنی من بیا جان و تنی من. احسن به شما گردآفرید. چون شما اشتراکچی از روی نامیناسیون ادبیات کودکان، نورسان و آثار شفاهی هستید، اکنون فرصت شما رسید. آیا شما در نزد حکمان در دور نهایی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است برآمد نمودید یا حالا نوبت خویش را انتظارید؟ من حالا برآمد نکردم و نوبتم حالا نیست و نوبت خود را منتظر شده ایستادم. شما برآمد همسالان خویش را تماشا کرده ایستادید و به چی خلاصه آمدید؟ آیا شما برای رقابت کردن آماده هستید؟ بله آماده هستم. یعنی شما آمادگی جدی دیده ایستادین؟ بله میخواهم که در دور نهایی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است سزاوار جایهای نمایان گردم. احسن. ما تمنا میکنیم که سزاوار جای نمایان گردید. و گردآفرید، میدونید که همه اون نفرانی که ما و شما رو تماشا میکنن همسالان شما هستند. تلویزیون بهارستان این تلویزیونی اویلوی هست و کودکان نورسان تماشا میکنند و میخواهند که از زبان شما افسانه شنوند، زیرا شما اشتراکچی از روی نامیناسیون ادبیات کودکان، نورسان و آثار شفاهی هستید و افسانه شوق‌آورترین ژانر است در این ادبیات. مرحمت. افسانه از آثار شفاهی. نفس زهر. 3 برادری بودند. آنها میخواستند که بسیار دارا شود. روزی رفته ایستاده بودند. ناگاه از زیر درخت یک کوزه طلا یافتند. آن طلاها را خواستند که بین هر 3 تقسیم بکنند.
برادری از همه کلانی گفت و برادر خردی گفت بگیر این تنگه ها این طلا رو بگیر و رفته از بازار یگان چیز بخر که شکمم خیلی گرسنه مانده است. اول چیز را بخوریم بعد طلا را تقسیم میکنیم. برادر خردی راضی می شود و طلا را گرفته به بازار می رود. در بازار فکر می کند که به داخل خوراک زهر می اندازند و آن دو برادرم وفات می کنند و طلا تنها به من می رسد. و وقتی زهر خریده به داخل خوراک انداخت رفته ایستاده بود. ناگاه اون دو برادر به خود فکر می کردند که یک چاه میکنه. وقتی که برادر خردی همون اومد به درون همون چاه میافتد و هلاک میشود. طلا را بین هر دویمان تقسیم میکنیم. همین طور نیز کردن. آنها چاه چقوره را کافتند. برادر خردی وقتی که برادر خردی آمد به داخل چاه افتید و هلاک شد. آن دو برادر دیگر گفتند که اکنون کارمون برار گرفت. وقتی خوراک را خوردیم طلا را بین خودمون تقسیم میکنیم. هر دو رفتند و نه یک دو قاشق نیز نخورده بودند که جا به جا بیمردند. برای همین نفس زهر گفتند طلا باشد تا آخر در همان جا بیماند. بله، از این افسانه برمی آید که آدم باید که بد نفس نباشد، یعنی نفس خود را اداره کرده تواند. آفرین. شما آیا ضرب المثل و مقال ها چیستان های زیاد می دانید؟ بله. خب پس می توانید ضرب المثل بگویید؟ بله. دهقان باشی شودگار کن، عالم باشی تکرار کن. از آدم بیکار همه بیزار. حوالا را حکیم خورد، کلتک را یتیم. نفس زهر. درست. خب شما برای اشتراک در دوره نهایی آزمون جمهوری فروغ صبح دانای کتاب است چقدر شعرها و افسانه ها و ضرب المثل و مقال ها پیشنهاد کردید؟ من زیاده از 500 شعر، 400 افسانه و حکایت، 200 کتاب، 150 ضرب المثل، 130 لطیفه، 170 تزگیک را از برنامه دارم. احسن. پس می توانید که این لحظه شعر دوست داشته خود را قرائت کنید. با من همه شعرها پسند هستند اما بسیارتر با من شعر میرزا ترسونزاده وطن پسند است. مرحمت قرائت کنید. بهار آمد، سی عمرم باز یک سالی دیگر بگذشت. تمامی زندگی آهسته از پیش نظر بگذشت. به مثل گوشت و ناخن همیشه با وطن بودم. اگرچه نصف عمر بهترینم در سفر بگذشت. وطن در هر کجا آمد به سر فارم هوای تو. من از آن سوی اقیانوس بشنیدم صدای تو. اگرچه در میان طوفان و موج بحرها بودند ولی آمد به گوش من صدای رودهای تو. به وقتی بازگشتن چون رسیدم بر حدودت من زی سر تا پا شدم مفتون و شیدای نمودت من. نشستم در زمین تو، پریدم در هوای تو. به آواز درودت من، به آهنگ سرودت من. اگرچه بارها افتادم از یار و دیارم دور. بس سیاهی مرا کردند گرچه دوستان مشهور. ولی من در همه جا، در همه کنج و کنار در همیشه با وطن بودم، همیشه با وطن مسرور. احسن. خیلی قرائتی عالی گردآفرید. گردآفرید، در حقیقت دوست داشتن وطن برای هر انسان خیلی ضرور است. هر یک نفر باید که وطن خود را دوست بدارد. چون این است؟ بله. خب شما همچون اشتراکچی دوره نهایی آزمون می توانید که برای همسالان خود یک حکایه پند و اخلاقی نقل کنید. حکمان را گفتند ادب از کی آموختی؟ گفت از بی‌ادبان. هرچی از ایشان در نظرم ناپسند آمد از آن پرهیز کردم. بله درست.
بهترین حکایه گردآفرید واقعا هم یکی از شاعر دوست داشته تمام کودکان نورسان این میرسعید میرشکر است. بله. خب شما از میرسعید میرشکر شعر میدونید؟ بله. خب میتوانید قرائت کنید. دشمنی مکار در که بازار میگشت و میکرد پیوسته تکرار کنه دم باور اندر این مکان نه تاجیکی هست نه تاجیکستان اما هر کجا مخفی مجلس می کرد برپا در سینه با مشت می زد ناچار می گشت اقرار با چشم بیدار نظر باید کرد از خلق تاجیک حذر باید کرد تاجیک در مشرق خلق قدیم است اندر تمدن سهمش عظیم است فرزندانی است رودکی سینا آثار آنها مشهور دنیا بسته با زنجیر بود دست تاجیک آن را گشاده است اکنون bolshevik. احسن. گردآفرید شما برای آن نفرانی که عین حال ما و شما را تماشا کرده ایستادن و از جریان آزمون برخوردار شده ایستادن شما چی گفتنی هستید؟ با آنها موفقیت میخواهم که در این آزمون با کامیابی ها موفق شوند. یعنی به همه آن نفرانی که اشتراکچی آزمون هستند شما موفقیت خواهان هستید؟ بله. آفرین، احسن به شما. بینندگان عزیز یادداشت می‌شویم که همصحبت ما بودن یکی از دوسترویکان کتابخوان و کتاب دوست گردآفرید خیراللهی و اشتراکچی دوره جمهوریوی آزمون فروغ صبح دانای کتاب است. ما با گردآفرید موفقیت و کامیابی تمنا داریم. تشکر. زنده باشید. بینندگان عزیز در اینجا صحبت خود را با گردآفرید خیراللهی و به پایان میرسانیم. به همه شما سعادتمندی روزگار را تمنا داریم. باید گفت که پیگیر برنامه‌های تلویزیون بهارستان باشید. همه روزه هر لحظه شما را از جریان دور نهایی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است آگاه می‌سازند. خیر.